تابلوی نقاشی هفت دخترون با الهام از روایات و افسانه‌های متفاوتی از هفت دخترون نقاشی شده. به طور مثال تپه هفت دخترون مربوط به سده‌های میانی دوران‌های تاریخی پس از اسلام در شهرستان استحبان، همینطور آسیاب هفت دخترون مربوط به دوره قاجار در شهرستان استحبان بخشرونی ثبت شده در شهریور 1387 به عنوان یکی از آثار ملی ایران هستند. همینطور داستان زیبایی از هفت دخترون که هیزم شکنی هست که 7 دختر داره. اون هر روز صبح زود به جنگل میرفته، پشته هیزم جمع میکرده، به شهر میبرده، میفروخته و غروب به خانه اش برمیگشته. بسیار زیبا و شنیدنی. داستان دیگه ای از هفت دخترون از مجموعه قصه های عامیانه علامرودش با موضوع افسانه های ایرانی که در خلاصه داستان چنین هست که در پشت کوههای بلند وسط یک صحرای گرمسیر زن و شوهری با 7 دختر زندگی می‌کردند و به دلیل فقر کسی حاضر به ازدواج با این 7 دختر نبود. به همین دلیل روزی که دختران به همراه پدر و برای بریدن درخت‌ها به جنگل رفته بودند، گم شدند و سر از خونه یک دیو درآوردند. و با نقشه های دختر زیرک مینا اون از شهر دیو خلاص شدن و این بار نیز با نقشه مینا با لباسی مردونه وارد شهر میشن.